یک نفر ساکن 54 ساله ناحیه شهر توس از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی برای مشغول گردیدن به سحر و جادو بازداشت گردید. همکارمون آفاق قادریان وابسته به مردم فریبی این سحرگر گزارش آماده کرده است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه شهر توس ضمن عملی نمایی کارهای اپراتیوی جستجویی فعالیت غیرقانونی و مردم فریبانه یک نفر ساکنی ناحیه مذکور را آشکار نمودند. این نفر شکرف سیغفران مردی 54 ساله جماعت دهاتی خولمتف یگان معلومات عالی دینی نداشته یکی از حجره های منزل استقامتیش را به مکان سحرگری و جادو تبدیل داده است و نفران گمراه را از آنکه گویا با راه تومار و تشتاب دادن مشکلشان را آسان می نماید به دامی فریبی خود کشیده است. اکثریت مزاجان این شخصی مردم فریب بانوان بوده به قول خودی او برای تبابت از درد سر، دل، فرزنددار شدن، گرمی و سردی نمودن، بیماری های زنانه به نزدش می آیند. تا حال معاینه شده است که چقدر از این شهروندان از تبابت های او شفا یافته باشند و یا چند نفر دیگر ناراضی بوده انگشتی تأسف می گزند. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه شهر توس نسبت شکرف سیغفران مطابق ماده 482 کودکس حقوق ایرانکنی جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده به مقامات های دخلدار ارسال کرده شده است.